سلام خدمت همراهان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با IGBT هایی که مدار مبدلشون رو اول مدار که تبدیل AC به DC انجام میشه خراب شدن چیکار باید کنیم. ما زمانی که میایم یه اینورتر رو تست میکنیم، قبلا تست IGBT اینورتر رو تو ویدیو قبلی کامل بهتون توضیح دادم که به چه صورت هست. R, S, T و U, V, W و یکی هم POA. خب ما زمانی که میایم تست میکنیم یک بار ورودی رو نسبت به بانک خازنی، یک بار خروجی رو نسبت به بانک خازنی تست میکنیم. خیلی از درایوایی که روشن نمیشن مشکلشون اینه ورودی IGBT خراب شده، یعنی یکی از این دیودای RST پولیود من مشکل پیدا کرده و تبدیل رو انجام نمیده. ما به محض اینکه این کار انجام میشه میگیم بیایم اولین کاری که میکنیم خود IGBT رو عوض کنیم، ولی این اشتباهه. اگر زمانی که شما این IGBT خرابه، ورودیت مشکل داره، بیای عوض کنی، اگر اتصالی داشته باشه IGBT جدیدی که 3 میلیون 4 میلیون پولشو دادی مجدد میسوزه و اگر هم جای دیگه مدار مشکل داشته باشه و روشن نشه باز هم IGBT باید بمونه تا یه مدل دیگه بیاد شما بندازی روش. خیلی اینجوری درست نیستش که شما همون اول بیای تصمیم بگیری که IGBT رو بندازی. ما میگیم چیکار میکنیم زمانی که ورودی مشکل داره، میام یه برق DC جدا. ببینید شما IGBT نقشه‌شو در نظر بگیرید، سه فاز تک فاز فرقی نداره، هر دوتاش به همین صورته. خب شما یه دونه IGBT سه فاز رو در نظر بگیرید، ورودیش سه فاز AC میاد تبدیل به DC میشه، میره به PON بانک خازنی. قسمت خروجیش و قسمت ورودیش، من میخوام بیام این قسمت ورودی رو دور بزنم، یعنی برق رو بیام DC به مدار بدم، دیگه AC رو نمیخوام تبدیل به DC کنم. میام چیکار میکنم؟ یه دونه پول دیود میگیرم، پول دیود AC L N مثبت منفی DC. پول دیودم چی باشه؟ 15 آمپر باشه کافیه. میام برق AC تک فاز رو میدم به LON هم، از این ور خروجی میگیرم، خروجی رو میدم به یک خازن. چه خازنی؟ 400 الی 450 ولت DC، خازن الکترولیتی میخوام که 300 میکروفاراد هم باشه. خب شما برق رو میوصل میکنی فازونولو به پل دیود، فقط حتما با لامپ تست باید وصل بشه. لامپ تست رو وصل میکنی به فاز و نول پل دیودیت. از اینجا میای مثبت منفی رو میگیری وصل میکنی به خازنی که اینجا داری. حالا از همینجا یه سیم دیگه میگیری، باید موازی کنی با چی؟ P و N، یعنی پی و اینی که اینجا وجود داره. من اومدم کل اینجا رو دور زدم، بانک خازنی رو از قبل دور زدم، اومدم کلن پول دیودم رو حذف کردم، ورودیمو اومدم یه برق دیسی تولید کردم دادم به پی او ان. الان دیگه باید روشن بشه مدارت اگر فقط IGBT مشکل داشته باشه، ولی اگر بجز IGBT چیز دیگه ای مشکل داشته باشه، به عنوان مثال جلوتر از مدار بانک خازنی سویچینگ هم خرابه، خب این دیگه روشن نمیشه، یا دیسپلی هم خرابه روشن نمیشه. ما بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم باید بیام بررسی کنم ببینم برای چی این درایو روشن نمیشه، مشکلش چیه. یه موقع هم هست شما میزنی به برق میبینید لامپ تست اینجا روشن شد. اگر لامپ تست روشن بشه یعنی اتصالی داری تو مدار و اگر IGBT رو مینداختی روش در جا میسوخت. پس اون موقع باید بیای خطایی که میده، اتصالی که داره رو برطرف کنی، بعد IGBT رو بندازی. یه موقع هم از میکرو کامل میپره، شما نمیتونی 100% بگی که من این IGBT رو عوض میکنم سالمه و درست میشه. حتما باید بیا از بیرون بهش برق بدی، همه چی رو چک کنی، بعد IGBT جدید رو بگیری بندازی روی کار. حالا بریم کامل اینو ما درست کردیم اینجا بهتون بگیم چجوری کار میکنه.
خب دوستان عزیز، یه دونه اینورتر من براتون آوردم، ورودیش خرابه، من تست کردم و الان فاز و نولم بهش میدم، شما ببینید که روشن نمیشه این اینورتر. اینجا زده RST و L1 L2 L3. من میام به دو تا از اینا RS ولتاژمو میدم ببینم روشن میشه یا نه. خب ببینید اومد وارد برق شد کلا و هیچ عکس العملی انجام نداد. حالا قطعه ای که ما درست کردیم و اینجا بهتون نشون بدیم و ما چون این برای کارآموزای عزیزی هست که اینجا هستن اومدیم بستیم به یه دونه قاب که یه موقعی اتصالی رخ نده و بچه ها رو برق نگیره. شما نیازی نیست این کارو کنید. ما یه دونه اینجا فاز و نول آوردیم داخل مستقیم، یه دونه مثبت منفی گرفتیم آوردیم با این موازی کردیم. حالا اینو بذاریم اینجا. ما اینجا پی او اینی که داریم ببینید، من اینو کامل باز کردم تا شما دقیق ببینید. پی او اینو ببینید، من به خاطر اینکه اینجا درست‌تر کار کنم و به بچه‌ها قشنگ آموزش بدیم کامل اومدیم این برد بانک خازنی رو سیم زدیم و بردیم بیرون، چون بردش 3 طبقه است. یه طبقه پایینه بانک خازنی میاد رو و بعد دیسپلی میاد رو. الان شما باید وصل کنی این دوتا رو به پی او ان، مثبت و منفی. میتونی هم به اینجا وصل کنی مثبت منفی که اینجا خورده وصل کنی، هم میتونی بیاری به اینجا که جای پیچ پی او ان وصل کنی و هم میتونی روی برد به پی او ان وصل کنی، فرقی نداره. روی خود برد بانک خازنی هم میتونی وصل کنی، فقط مثبت منفی مهمه اینجا. خب مثبت به مثبت، منفی هم که اینجا باید بزنیم به منفی. خب این هم از الوینی که اینجا من باید بهش برق بدم. فازونول هم که فرقی نداره. حتما این دوتا رو وصل کنید بعد بزنید به برق. اینجوری نباشه که به برق بزنید بعد بیارید اینجا وصل کنید روش، جرقه میزنه. ببینید لامپ یک لحظه روشن شد بعد دوباره خاموش شد. دلیل این چیه؟ خازنا شارژ نداشتن، خازنا همه شارژ شدن. ببینید خودش خاموش میشه. حالا باید اگر فقط آی جی بی تی من مشکل داشته باشه دیسپلی من روشن شده باشه. ببینید روشن شد و داره ارور میده. حالا ارورش قبلا با هم دیگه بررسی کردیم، توضیح بهتون دادم که چیه او سی تیری. خب الان اگر اینجا دیسپلی من روشن نمیشد و لامپ منم روشن نمیشد، میگفتم علاوه بر آی جی بی تی قسمتی که AC رو تبدیل به DC میکنه ورودیش، رو مدار سویچینگ و مدار فرمان هم مشکل هست. شاید هم دیسپلی هم مشکل داشته باشه. ولی الان که همه چی روشن شد 100% همه چی سالمه. حالا این ارور رو باید بررسی کنیم ببینیم چیه. کاری به ارورا نداریم. و اینکه اگر این لامپ روشن شد و همینجور روشن مون، نشون دهنده اینه که علاوه بر آی جی بی تی شما ممکنه روی مدار یه جای دیگه هم اتصالی کرده باشه و این اتصالی باعث این میشه که آی جی بی تی جدیدتون هم بسوزه. حتما شما اینجا که اینو وصل کردید حتما یادتون باشه موقعی که میخواین جدا کنید حتما خالی کنید بانک خازنی ها رو. که برق نگیره. خب بذاریم باز کنم من یه توضیح دیگه از روی مدار هم به شما بدم. خب یه بار دیگه درباره پل دیودش توضیح بدم. ببینید فاز نولو میارید به پل دیود، مثبت منفی رو میگیرید میدید به مثبت منفی
با خازن الکترولیتی به خودتون گذاشتین و مثبت منفی اینو حالا میگیرید موازی میارید بیرون. خب من برق رو وصل کردم به این دوتا پیچ، گفتم میتونید اینجا هم وصل کنید، مشکلی نداره. شما بعد از اینکه وصل کردی اگر دیدی مشکل داری، ما اینو کامل باز کردیم آماده است، اگر شما دیدی اینجا لامپ روشن میشه، شما باید به اولین کاری که میکنی تو قسمت سویچینگی که اینجا هست، وقتی اینجا میاد پایین به دو قسمت تقسیم میشه، اینجا میشه قسمت سویچینگ شما. قسمت سویچینگ رو بررسی کنی ببینی اتصالی داری یا نه. اولین چیزی هم که تست میکنی ترانزیستور قسمت سویچینگه، باید تست بشه ببینی اتصالی داره یا نه. بعد از اینکه تست کردی بیای سراغ دیسپلی رو تست کنی ببینی اتصالی داری یا نه. بعد بیای سراغ میکرو اصلی خود این بورد که حالا ممکنه زیرش باشه و ممکنه روی دیسپلی باشه. برای این بورد الان اینی که اینجا هست آیسی میکرو نیست، آیسی درایورمونه، میکرو اصلی میاد اینجا، باید اینو تست کنه. برای اینکه حالا دوباره مجدد بفهمیم که مثلا اینجا قسمت سویچینگ من مورد داشت، نمیخوام سویچینگ رو درست کنم بعد حالا IGBT رو بندازم روش، میتونی همینجا هم یه تست دیگه بگیری که بیای یه 5 ولت به خود آیسی بدی، آیسی میکرو بدی، ببینی روشن میشه یا نه. اگر آیسی میکرو سالم بود حالا شما میتونی بیا اینا همه رو درست کنی، مشکلش رو برطرف کنی. نه که اگه همه رو درست کنی آیسی میکرو پریده باشه هیچ فایده ای نداره و مجدد هر چی که هزینه کردید به سوخت میره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، موفق و مؤید بشید. خدا نگهدار.